سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. اینجا خوابگاه منه. بعد گفتم یه ذره بهتون نشون بدم، بعد برم به کارم برسم چون باید نهار بگیرم و اینا. گفتم حالا یه کوچولو اتاقمو بهتون نشون بدم دیگه. خلاصه اتاقمون فعلا به هم ریخته است، خورده هنوز به اون سر و سامونی که باید نرسیده. بعد دیگه ولی گفتم بهتون نشون بدم حالا یه کوچولو. بعد آره گفتم اصلا این اول بهتون نشون بدم. اینجا از در که وارد میشین کمد به هم ریخته ماست. حالا سعی کردیم که مرتب باشه دیگه. بعد اینجا هم که اینجور چیزا رو گذاشتیم، مایتابه و لیوان و سفره، و اینجا هم که بازی میزه و دفتر کتاب بچه ها، و اونجا هم که چوب لباسیه، و اینجا هم که 4 تا کمد، نفر یه دونه کمد داریم و 4 تا تخت داریم تو اتاق. بعد دیگه اونجا اون پایین تخت منه، چقدر بچگونه است. بعد اونم میز و صندلی منه، اونم بطری آبمه. حالا خیلی به هم ریخته است چون هنوز دوشک نداریم. بعد اینم که مال هم اتاقیمه. اینجا هم که بالکنشه، یه چوب بندکس هم اونجا هستش که حالا نمیتونم نشون بدم. بعد دیگه اینم که قاب عکس اتاقمونه و دیگه همین دیگه. اتاقم کلا همین شکلیه. چون ویوی خوابگاه هم گفتم بهتون نشون بدم، کم علکی نیست، برج میلاده. کاکتوس های بچه ها. اینجام که منم. آره بعد دیگه حدوداً 2 هفته است که دانشگاه شروع شده. بعد من خودم از هفته دوم اومدم. بعد دیگه این که تقریبا میخوام 7 ترم تموم کنم. ترم بعد اگه بتونم 22 واحد اینو بردارم میتونم 7 ترم تموم کنم. بعد دیگه اینکه البته ما کلا کلاسامون یه جوری گذشت، دانشگاهمون یه جوری گذشت که احساس میکنم مثلا واقعا هیچ ازش نفهمیدیم، چون ترم اول که کلا آنلاین بود و مجازی بود کلاسامون. بعد الان کلا این سومین ترمه که من حضوری دارم میام دانشگاه دیگه. چقدر زاویه خوبیه این. او مای گاد. چه هوای باحالی. عاشق این هوا. یه ذره اونجا وسایل ورزشی داره و اینا. بعد که اینجا این سالن هم استخر شناه. من تو تا حالا داخلشون ندیدم. بعد اون سمت هم که خوابگاه مانه. چطورید آقا؟ امروز چهارشنبه است. چهارشنبه خیلی تایمم پره. از صبح کلاس دارم تا ساعت 4:30. بعد الان با بچه ها نهار خوردیم. الان دارم میرم اتاق یه نماز بخونم و اینا. ساعت 1 برم سر کلاس بعدی. اینجا محوطه خوابگاه. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز صبح روز پنجشنبه است. یه بارون خیلی باحالی اومده، گفتم بهتون نشون بدم. همه چه خیسه، خیلی بوی نمو دوست دارم، بوی بارون. بعد چقدر شیک شده این ساختمون دکترا. چچم. آره بعد الان روز پنجشنبه است، قرار بود یه دونه کلاس داشته باشم بعد ولی خب کنسل شد. الان دارم میرم پلیس ناجا. نمیدونم پلیس چی با خودش فکر کرد. من یه وکالت از صاحب ماشین گرفته بودم برای 1 ماه دیگه، بیشتر از این که آدم یه وقت نمیبره یه تعویض بده. بعد الان نگاه میکنم پلیس کلا به من گفته 2 ماه دیگه برو دنبال تعویض بده. منو اسکول کرده نمیدونم. بعد الان دارم میرم اونجا بگم که من تو همین روزا باید برم تعویض پلاک، یعنی باز هم از لحاظ بیمه هم جریمه میخورم، هم
باز باید دوباره برم وکالت بگیرم. آره دیگه اینجوری. من دارم میرم اونجا، بعدش برم خونه یه خواهرم، از اونجا با مامانم بریم خونه. خیلی امروز قشنگ شده اینجا. زازم خیلی ویوی قشنگی داره اینجا. ای بابا چه تکون میخوره این دوربین. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نه یه دون رازی که Oh my gosh. نمیدونم واقعا چرا اذیت میکنن، ولی انشالله که قبول میکنه و اذیت نمیکنه و قبول میکنه که این روزا برم تعویض پلاکم رو انجام بدم. حالا این روزام که میگم، این روزام باز من کلا کلاس دارم، پنجشنبه کلاس دارم و باید یه روزو کلاس نرم بشنم چیز کنم دیگه. برم اگه اجازه بدن برم تعویض پلاک انجام بدم که در سرش کمتر شد دقل. حالا از لحاظ بیمه که جریمه میخورم، باید وکالته باش. خیلی دانشگاه خوشگل شد امروز، خدایا. این راه رو ما هر روز تقریبا بیشتر روزا کلاسمون اونوره از اینجا همیشه میریم. اینجا میریم میرسیم به اینجا. اینجا اوی. آره این ساختمون ابن سینا. اینجا چقدر آسمون خوشگل شده. آره دیگه. بعد اونجا سردر دانشگاه، از اونجا خارج میشیم. روز تیپم اینه شکلی. بعد امیدوارم که الان از در میخوام برم بیرون یک گیر دیگه بهم ندن خاطر مانتو. واقعا دیگه هر مانتو دارم از این بلندتر نیست متاسفانه. آقا یه شانسی که آوردم اونجا چیز نبود، اصلا بخشی که خانم‌ها رد میشن و بهشون گیر میدن اون بخش اصلا نبود. بعد از همین سردر اصلی خارج شدم، بیستری و سوسکی. آره دیگه. آقا این مسیری که من هر موقع میخوام برم خونه از اینجا بیارتی سوار میشم. بیارتی چقدر امروز قشنگ شده خدایا. آقا من با صدا میاد یا نه، رفتم ناجا بعد کارم انجام نشد تقریبا میشه گفت، چون گفتش که باید بعدن بیای، بعدن حالا من نیست برم پیش اون مسئول هستش. من